صفحه 101. ذهن آگاه و ناخودآگاه. ذهن انسان از دو بخش اصلی تشکیل شده است: ذهن آگاه و ذهن ناخودآگاه. ذهن آگاه جنبه مردانه آگاهی است، بخش منطقی، تصمیم گیرنده و جهت دهنده ذهن. این بخش مسئول تمام چیزهایی است که شما از آن آگاه هستید: میدان دید، حواس پنجگانه، افکار، تحلیل‌ها و انتخاب‌های لحظه به لحظه. هر فکری که در سطح آگاهی شکل می‌گیرد، یک ارتعاش احساسی در قلب ایجاد می‌کند و این احساس است که اثر خود را به ناخودآگاه منتقل می‌سازد. به زبان دیگر، احساس زبان ارتباط میان ذهن آگاه و ناخودآگاه است. هرچه یک احساس را آگاهانه و با شدت بیشتری تجربه کنید، آن حس عمیق‌تر در ناخودآگاه شما ثبت می شود. اما در پس این سطح فعال و مردانه، لایه‌ای بسیار ژرف‌تر وجود دارد: ذهن ناخودآگاه. ذهن ناخودآگاه که جنبه زنانه آگاهی است، بخش پذیرنده، پرورش دهنده و نگهدارنده همه اطلاعات و انرژی‌های درونی است. این همان بخش از ذهن است که بی آنکه آگاه باشید، قلب شما را به تپیدن و ریه‌هایتان را به تنفس وامی دارد. تمام سیستم‌های بدن از این سطح پنهان هدایت می‌شوند. ذهن ناخودآگاه حدود 90% از کل ذهن شما را تشکیل می‌دهد. در آن تمام خاطرات، زبان‌ها، تجربیات و دانش شما ذخیره شده است. و مهمتر از همه، برنامه‌های ذهنی شما، یعنی الگوهای تکرار شونده رفتاری و احساسی، در این بخش جای دارند. ذهن شبیه به یک رایانه زنده است. در درون خود برنامه‌هایی دارد که بیش از 90% رفتارهای روزمره شما را کنترل می‌کند. برای مثال، مسواک زدن یک برنامه ناخودآگاه است. شما بدون فکر کردن به چگونگی آن عمل را انجام می‌دهید. این برنامه‌ها از دو طریق شکل می‌گیرد: از طریق تکرار یک عمل خاص یا از طریق تأثیرات احساسی شدید و آگاهانه. اگر در کودکی تجربه‌ای تلخ و آسیبزا داشته اید، آن تجربه به عنوان یک الگوی احساسی در ذهن ناخودآگاه شما ثبت شده است و سالها بعد، بی آنکه متوجه باشید، همان الگو در رفتارها و تصمیم‌های روزمره شما تکرار می‌شود. ذهن ناخودآگاه شما همواره در تلاش است تا از موقعیت‌هایی مشابه دوری کند. برای مثال، اگر در گذشته تصادف رانندگی شدیدی را تجربه کرده اید، ناخودآگاه شما برنامه‌ای ایجاد می‌کند تا در آینده از خطر مشابه دور بمانید، حتی اگر دیگر دلیلی منطقی برای آن ترس وجود نداشته باشد. برنامه‌ریزی ذهن ناخودآگاه. دلیل اینکه بسیاری از ما به عادات قدیمی باز می‌گردیم این است که آن عادات در قالب برنامه‌های ناخودآگاه ذخیره شده اند. تا زمانی که این برنامه‌ها در سطح ناخودآگاه فعالند، ما همان نتایج گذشته را تجربه خواهیم کرد. برای تغییر این برنامه‌ها باید فراتر از ذهن آگاه رفت و مستقیما بر ناخودآگاه تأثیر گذاشت. و مؤثرترین راه برای این کار مراقبه و مدیتیشن است. زیرا در حالت مراقبه عمیق، موجهای ذهنی آرام می شوند و دروازه ارتباط میان آگاه و ناخودآگاه گشوده می شود. در این وضعیت می توان باورها و برنامه‌های قدیمی را بازنویسی کرد. تکنیک اول: ورود به لحظه حال. در وضعیتی راحت بنشینید یا دراز بکشید. آگاهی خود را به لحظه حال بیاورید و به آرامی تکرار کنید: من همینجا هستم. هیچ چیز دیگری مهم نیست. این جمله را به مدت 5 دقیقه تکرار کنید. چشمان خود را ببندید و تمام توجهتان را به مرکز مغز متمرکز کنید. اگر فکری به ذهن آمد، با مهربانی توجه را به مرکز بازگردانید. پس از ورود به حالت مراقبه، جمله تأکیدی خود را تکرار کنید. جمله‌ای در زمان حال، طوری که گویی آن خواسته همین حالا تحقق یافته است. احساس کنید آن تجربه واقعاً در وجودتان حضور دارد. چه احساسی دارد وقتی آن را دارید؟
این تمرین را هر روز حداقل یک بار انجام دهید. با تداوم ذهن ناخودآگاه شما بازنویسی می شود و برنامه‌های قدیمی جای خود را به الگوهای جدید و هماهنگ‌تر می دهند. تکنیک دوم، آغاز آگاهانه روز. هنگامی که از خواب بیدار می شوید، اولین کاری را که انجام می دهید، تأیید در زمان حال است. جمله‌ای بگویید که نشان دهد خواسته تان از پیش تحقق یافته. مثلا من در آرامش کامل هستم. یا من فراوانی را همین حالا تجربه می کنم. به گونه‌ای این جمله را بیان کنید که گویی واقعاً آن را زیسته‌اید. احساس کنید آن وضعیت در شماست. در طول روز به جملات تأکیدی مثبت گوش دهید و آنها را در ذهن مرور کنید. با این کار ذهن ناخودآگاه شما به تدریج هماهنگ با ارتعاش جدید می شود. ذهن آگاه همان نیروی آفرینشگر الهی درون شماست. او فرمان می دهد و ذهن ناخودآگاه همان نیروی پذیرنده کیهانی است که فرمان را به واقعیت تبدیل می کند. وقتی اندیشه و احساس در هماهنگی کامل قرار گیرند، ذهن ناخودآگاه به مرکز تجلی تبدیل می شود. این همان راز خلق واقعیت است. آگاهی مردانه می کارد و پذیرش زنانه می پروراند. صفحه 102. ذهن و روح. ذهن، روح و بدن سه لایه اصلی وجود انسان هستند. بدن تنها پوسته‌ای فیزیکی است که نیروی آگاهی درون آن جریان دارد. روح حامل این آگاهی است و ذهن ابزاری است که روح از طریق آن تجربه و ادراک می‌کند. ذهن آگاه جنبه مردانه و فعال ذهن است. این بخش تنها حدود 5% از کل ذهن را تشکیل می‌دهد و فقط به محیط فعلی و حواس پنجگانه دسترسی دارد. یعنی آنچه شما الان می‌دانید، می‌بینید، می‌شنوید یا به آن فکر می‌کنید محصول ذهن آگاه است. ذهن آگاه شامل تخیل، احساسات سطحی، ادراک، خاطرات کوتاه مدت، افکار و تحلیل‌ها و خودآگاهی. ذهن آگاه پرتو نوری است که بر سطح دریاچه آگاهی می‌تابد، اما عمق دریاچه در ناخودآگاه پنهان است. مغز ابزار فیزیکی است که ذهن از آن استفاده می کند. مغز همانند سخت افزار است، اما ذهن نرم افزار انرژی و آگاهی است. ذهن در سطح غیرمادی یا انرژی ظریف وجود دارد. روح در ذهن ساکن است. ذهن در روح ساکن است. روح در بدن انرژیایی ساکن است. بدن انرژیایی در بدن فیزیکی ساکن است. به عبارت دیگر، روح و ذهن دو جنبه آسمانی وجود انسانند که در کالبد مادی متجلی می شوند. روح نسخه‌ای غیر مادی از بدن فیزیکی است. زمانی که شما خواب هستید یا تجربه خروج از بدن دارید، آگاهی شما در قالب این بدن روحانی حرکت می کند. روح همان آگاهی محض و نیروی حیات مغناطیسی است که به هر چیزی زندگی می بخشد، از انسان تا گیاه و حیوان. بدن از انرژی روح تغذیه می کند، اما چون بدن از اتم‌های فانی ساخته شده می پوسد. در حالی که روح چون از انرژی خالص آگاهی ساخته شده جاودانه است. ذهن ناخودآگاه جنبه زنانه، پذیرنده و شهودی ذهن است و حدود 95% از کل ذهن و زندگی شما را کنترل می کند. این بخش مستقیما با ذهن جهانی در ارتباط است، یعنی همان میدان آگاهی که همه چیز در آن ثبت شده است. روح همان ناظر یا مشاهده‌گر مطلق است. ذهن همان پروژکتور یا بازتاب دهنده تجربیات است. بدن همان وسیله نقدیه یا صفحه نمایش است. ذهن مانند آینه است که روح از طریق آن خود را در قالب ماده مشاهده می کند. وقتی این آینه شفاف باشد، روح می تواند حقیقت را بی‌واسطه درک کند. چون ذهن ناخودآگاه تفاوتی میان من و دیگران نمیگذارد. اگر به کسی بگویید از تو متنفرم، ناخودآگاه شما این پیام را به صورت من از خودم متنفرم ثبت می کند. به همین دلیل در سنت‌های باستانی
قاعده طلایی وجود داشت: با دیگران چنان رفتار کن که می‌خواهی با تو رفتار شود. زیرا هر اندیشه، گفتار یا احساسی که نسبت به دیگری می‌فرستی، در واقع به خودت باز می‌گردد. زندگی همچون یک فیلم است که دوربین آن چشمان شماست. هر تجربه‌ای که می‌بینید به صورت ارتعاشی در ذهن ناخودآگاه ثبت می‌شود. این اطلاعات سپس در شبکه آگاهی جهانی ذخیره می‌گردد. بنابراین ذهن ناخودآگاه شما در حقیقت دروازه ارتباط با آگاهی جهان است. الیت‌ها در شرکت‌ها و نهادهای اطلاعاتی یا نظارتی از نماد چشم همه‌نگر استفاده می‌کنند. این نماد از مصر باستان و از چشم رع سرچشمه می‌گیرد. چشم رع چشم چپ است که به نیمکره راست مغز، بخش شهودی، خلاق و زنانه آگاهی متصل است. این چشم نماد جرقه الهی درون انسان است، همان من یا شعور مرکزی وجود. چشم برابر است من برابر است با یک، یعنی آگاهی واحد در درون هر فرد. مثلثی که دور چشم قرار دارد نماد سگانگی آگاهی است. ذهن آگاه یا مردانه، ذهن ناخودآگاه یا زنانه، روح یا آگاهی الهی. وقتی این سه در تعادل قرار گیرند، چشم درون گشوده می شود، همان چشم خدا یا بینش الهی. اما الیت‌ها از این نماد استفاده می کنند تا جای خدا بنشینند. آنها می خواهند بر توده‌ها ناظر و همدان باشند، یعنی تجسم مصنوعی آگاهی خدا در قالب فناوری و داده. صفحه 103. حرکات دست یا مودراها. در سنت‌های باستانی، دست‌ها حامل کدهای انرژی و کانال‌های آگاهی هستند. هر انگشت نماد یک عنصر کیهانی است و هر حرکت خاص جریان انرژی را در بدن و میدان هاله‌ای تغییر می‌دهد. در حقیقت، بدن انسان یک مدار الکتریکی مقدس است که با کیهان در ارتباط قرار دارد. بدن مانند یک کامپیوتر الکتریکی پیچیده عمل می کند و دستها همانند رابط یا ترمینال‌های ورودی و خروجی انرژی هستند. وقتی فرد با آگاهی حرکات دست را انجام می دهد، عملاً در حال برنامه‌ریزی مجدد شبکه انرژی درون خود است. شونی مودرا. این مودرا که با اتصال انگشت میانی و شست انجام می شود، نماینده عنصر فضا و انرژی سیاره زحل است. این حرکت به تعادل بین انضباط و آگاهی درونی اشاره دارد. این مودرا آگاهی و صبر را در فرد تقویت می کند. این یعنی انرژی ذهن آگاه از مسیر کانال مرکزی یا سوشومنا عبور کرده و به تعادل در میان انرژی‌های متضاد می‌رسد. در بسیاری از نقاشی‌های مسیحی نیز مسیح با همین حالت انگشت تصویر شده تا نشان دهد در آگاهی کیهانی و کنترل ذهن قرار دارد. آپانا مودرا. این مودرا با جمع شدن انگشتان میانی، حلقه و شست انجام می شود. نماد آزادسازی انرژی‌های منفی و پاکسازی درونی است. در متون شرقی، آپانا نیرویی است که انرژی‌های پایین‌تر را از بدن خارج می‌کند، مانند سیستم دفع یا رهایی. وقتی این مودرا در تصاویر مسیح دیده می شود، در واقع نشان دهنده قدرت پالایش درون و رهایی از گناه یا تاریکی ذهن است. این حرکت باعث هماهنگی انرژی زمین با انرژی حیاتی پرانا می شود و مسیر چاکرای ریشه تا ناف را پاکسازی می کند. آنجالی مودرا. این مودرا همان حالت دعا یا نیایش است. دو کف دست مقابل قلب به هم چسبیده. در ظاهر نماد احترام و تعظیم است، اما اتحاد قطب‌های مثبت و منفی در مرکز قلب است. یعنی اتحاد ذهن و احساس که در قلب به یگانگی می‌رسند. از همین روز که این حالت در سنت‌های مختلف هندو، بودایی، مسیحی به عنوان نشانه سپاس، تعادل و عشق الهی دیده می‌شود. این مودرا به ایجاد حس احترام و آرامش کمک می کند. در واقع این حالت باعث تراز شدن چاکرای قلب و فعال شدن انرژی شفابخش در میدان هاله‌ای می شود.
پریتوی مودرا. این مودرا با اتصال انگشت حلقه و شست انجام می شود و عنصر زمین را فعال می سازد. عنصر زمین یعنی پایداری، ثبات و حضور در لحظه. این مودرا انرژی حیاتی را به جسم فیزیکی می کشاند و حس امنیت و تجسد را افزایش می دهد. در نمادشناسی این حرکت با انرژی ونوس و مریخ در ارتباط است. از دید روحی این مودرا انسان را از پراکندگی ذهن خارج کرده و با بدن و زمین هم ارتعاش می سازد. به همین دلیل در متون باستانی به عنوان حرکت بازگشت به حضور یاد شده است. دیانا مودرا، حالت مراقبه کلاسیک بودا و عیسی در بسیاری از تصاویر همین مودراست. دو دست روی پا، کف پا رو به بالا، یکی روی دیگری. در این حالت انرژی ذهن و جسم به تعادل می رسند و مسیر صعود انرژی از چاکرای ریشه به تاج باز می شود. این حرکت فعالسازی حضور الهی در درون و ایجاد فضای سکون در آگاهی است. وقتی بودا یا مسیح در این حالت تصویر می شوند، نشان از تسلط کامل بر دوگانگی دارد. همانطور که در هند گفته می شود، زمانی که ذهن آرام شود، خدا خود را آشکار می کند. انگشت اشاره با عنصر هوا و سیاره مشتری در ارتباط است. بلند کردن انگشت اشاره نماد هدایت آگاهی از زمین به آسمان است، یعنی اشاره به حقیقتی بالاتر. در تصاویر عیسی و اساطید باستان، این حرکت به معنی آگاهی از قانون الهی است، نشانه کسی که پیام یا دانشی از ساحت بالا را منتقل می کند. گویندگان یا رهبران اغلب از این حرکت دست برای تاکید بر یک نکته یا جلب توجه مخاطب استفاده می کردند. این عمل در یونان باستان و فرهنگ‌های مختلف رایج بود، جایی که حرکات دست به عنوان مکمل سخن گفتن برای انتقال مؤثرتر پیام‌ها به کار می‌رفت. در این تصویر 5 عنصر طبیعت، آتش، هوا، فضا، زمین و آب و 5 سیاره زحل، خورشید، مشتری، زهره و عطارد روی انگشتان مشخص شدند. هر انگشت یک کانال انرژی است که با ارتعاش کیهانی خاصی هماهنگ است. به طور خلاصه، انگشت شست، آتش، قدرت و اراده. انگشت اشاره، هوا، آگاهی و حرکت ذهن. انگشت میانی، فضا، بعد روحانی. انگشت حلقه، زمین، ثبات. انگشت کوچک، آب، احساسات و ارتباط. وقتی مودراها انجام می شوند، در واقع این عناصر درون فرد به توازن می رسند. این همان معنای کیمیاگری دست هاست. ترکیب انگشتان مختلف می تواند حالتهای خاص انرژی را فعال کند. قدرت، شفا، آگاهی و شهود. هر یک از این ترکیب‌ها نوعی کد هندسی برای اتصال ذهن به جریان خاصی از انرژی کیهانی است. به همین دلیل در سنت‌های شرقی گفته می‌شود حرکت دست‌ها زبان خاموش روح است. در نهایت تمام مودراها در واقع ابزارهایی هستند برای هماهنگ کردن ذهن آگاه و ناخودآگاه، جسم و روح، انسان و کیهان. دستهای ما آنتن‌های ارتباط با جهان نامرئی هستند. هر بار که در نیایش، مدیتیشن یا حتی حرکات روزمره از دستها استفاده می‌کنیم، در حال ارسال یا دریافت پیام از میدان انرژی هستی هستیم. از اینکه تا اینجا همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید.